بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. سلام بر شما بینندگان عزیز. 2 یا 3 روز دیگه مونده تا ماه رمضان انشالله تمام میشه و ما این نکته را خدمتتون میخوام عرض کنم که در ما کوشش کردیم الحمدلله یک عادتهای نیکی رو پیدا کردیم و یک عادتهای بدی رو ترک کردیم. حالا مسئله این است که بعد از ماه رمضان چطور این عادتها رو حفظ کنیم و چطور عادتهای بدی رو بیشتری رو ترک کنیم. این یک چیزی است که انسان دوست داره تا آخر عمرش که خودسازی کنه و بهتر بشه. از خاطر نمیبرم در سالی از سالها که پدر مرحوم من زنده بود، اینها از ایران رفتن به حج، به عمره و منم خودم رو فوراً رسوندم چون که فرصتی بود اینا رو ببینم. و وقتی که مراسم عمره رو تموم کردن، مادر بود و پدر بود. مادر دیگه نمیتونست به پای ما را بیاد، با ما گفت که شما منو ول کنید، من خودم مراسم حج انجام میدم، یه جا قرار بذارید که همدیگر اونجا ببینیم. من و پدر گفتیم باشه. باز قرار ما شد در مروه. وقتی که عرضم به حضور شما در مروه، حالا دیگه مراسم عمره تموم شده، پدر من نشسته اون وقتا از روی کوه مروه چیز معلوم میشد. حالا شیشه زدن تا آخرین بار که رفتم و کعبه معلوم نمیشه الان از مروه، از ستونا زیاد شده و ساختمونا زیاد شده، ولی اون روزا معلوم میشد. باز پدرم این کعبه رو نگاه میکرد، گفت پسر، خوشحال بود دیگه مراسم رو انجام داده، گفت پسر از خداوند 2 چیز خواستم. برای من جالب بود، پدرم دیگه در سن 80 سالگی بود که در این عمرش این چی خواسته از الله، الله رحمتش کنه. گفتم پدر جان کنجکاو شدم، چی خواستی از خدا؟ گفت یکی خواستم که به منو در خودسازی موفق، نگفت خودسازی، این جمله رو به کار بود، که از اینی که هستم بهتر باشم. تعجب کردم، گفتم یعنی بعد از سن 80 نزدیکای 80 سالگی هم این ناامید نیست که بهتر بتونه بشه از اونی که هست، یعنی قبول نداره اونی که هستش. همه انسان همینجورن، الله رحمتش کنه و به نیتش قبول کنه ازش. حالا ما چطور کنیم که بهتر بشیم و عادتهای بد رو ترک کنیم و عادتهای خوب رو کسب کنیم؟ یکی این است که مثل پدر من استمرار داشته باشی تا آخر عمر. استمرار خودش موفقیته. چرا؟ برای اینکه اولا به نیت خدا انسان رو اجر میده. اگر موفقم نشی تو در این فکر هستی که بهتر بشی. خوب توجه کن. پس خداوند در همین بهت اجر میده. پس استمرار یعنی موفقیت. اما راههای دیگه هم هست. باید فلسفه درست کنیم برای خودمون. یک فلسفه این است که ما بدونیم که حتما شکست میخوریم در این راه. هیچ امکان نداره که من دفعه اول میرم برای امتحان راهنمایی رانندگی، معمولا امکان نداره که من قبول بشم. حتما این 2-3 دفعه ردم میکنه دیگه، ولی آخر قبول میشم. این که من قبول نکنم که شکست باید بخورم تا پیروز بشم، راه پیروزی از شکست میگذره. هر کسی که گفته خداوند اگر مسلمان بهشت نصیبش کنه، اگر غیر مسلمان هدایتش کنه و بازم بهشت نصیبش کنه. دیگه فلسفه دیگه ای که باید ببافیم این است که برای خود که ما نمیتونیم 100% حالا درجه 1 باشیم. پیامبر فرموده بلند پروازی نکنید. اون شکستم که نمیخوام قبول کنیم از اون بلند پروازیه. نزدیک بشیم به هدف، چیزی که یعنی حالا ما یک عادتی رو میخوایم ترک کنیم، 100 نشد 90ش که ترک کنیم. یه عادتی رو میخوام کسب کنیم، 100 رو که نتونستیم 90ش که کسب کنیم. مثلا بلند پروازی نکنید، گنا نمیشه. یکی دیگه از راهایی که معمولا این مردم انجام نمیده و من میدونم که اگر این رو انجام بدیم خدا خیلی کمک میکنه که یک عادت بد رو ترک، حتی اعتیاد رو ترک کنیم، این است که از خود الله کمک بخوایم، از خدا به خودش فرار کنیم. خدای خودت به ما کمک کن. این به اصطلاح وسوسه رو، خب این بالاخره تو ما رو ساختی، این وسوسه در دل ما بالاخره درست است که حالا اعمال خود ماست، اما بالاخره تو در ما قرار دادی این میل رو که من مثلا مست بشم. این میگه از من دور کن. از خود الله بخوای، الله خیلی کمک میکنه. یک راه دیگه این است که آدم ضررش ببینه.
در وقتی که داره این کارو میکنه و فایدهش ببینه. اگر عادت خوبه، دیدن فایده و ضرر به انسان کمک میکنه خیلی که انسان کوشش کنه. متوجه هستید؟ هیچ کدوم ما حال در مورد خودمون نمیگیم، در مورد بچه‌هامون هرگز دل ما نمیخواد بچه در خواب ناز بیدارش کنیم، ولیکن چون میدونیم که فایده داره بیدار کردن که بره مدرسه، بیدارش میکنیم. یه چیز دیگه ای که میتونه ما کمک کنه، ثواب آخرت رو در نظر بگیریم که ما داریم این کارو میکنیم، در آخرت برای ما ثواب زیادی نوشته میشه. اگه ثواب آخرت براتون خیلی دوره، ثواب دنیا، آقا اگه من این عادت کسب کنم تو دنیا من خوب معلوم میشم پیش مردم. حالا چرا یکی که دکتر است آیا لذت نمیبره؟ چون که میدونی که موفق شده. و خود موفق شدن هم وقتی که انسان مثلا مدرک دانشگاهی میگیره یا یه کار خوب میکنه، خودش یک لذتی داره غیر از فایده‌اش. اینا رو آدم در نظر بگیره، اون وقت زحمت میکشه. یکی دیگه مثالی ما داریم، خیلی روش توجه کنید. نمیدونم که میتونم این مثال خوب براتون بگم یا نه. پشه که جمع شد یا مور که جمع شد بزند فیل را. یعنی میگه مورچه‌ها که جمع بشن، فیل چقدر بزرگه، مورچه چقدر کوچیکه. ولی میگه اگر اینا زیاد باشن فیل هم میزنن و میشم همینجور. خب این حالا به مثال ما چه ربطی داره؟ شما اینجوری تصور کنید یک عادت بد میخواید ترک کنید. این عادت بد، مثال ما همیشه سیگار زدن مثال میزنم. سیگار زدن میخواید ترک کنید، اینو فکر کنید فیله. خب مور، حالا مورچه چیه؟ پشه چیه؟ پشه چو جمع شد بزند فیل را. پشه کارای کوچیکه. نمیتونی سیگار ترک کنی، یک که کم کن. اینو قیاس کنید به همه کارا. عادت داری در تلویزیون مثلا فیلم‌های چی نگاه کنی، مثلا که مبتذل است، به درد نمیخوره، سریالایی که هیچ فایده نداره. خب اگر نمیتونی ترکش کنی، عادت کردی، 10 دقیقه‌شو ترک کن، 10 دقیقه‌شو. اینو ما میگیم پشه. این یک اسلوبه. این یک پشه است. این یک ضربه زدی به این فیل مثلا سریال یا به فیل سیگار. پشه که جمع شد بزند فیل را. همونطور که بزنی میبینی که آخر تو پیروز شدی و فیل به زمین افتاد. امیدوارم که مسئله رو تونسته باشم برای شما بگم. هیچ وقت دیر نیست، این یادتون باشه. بعضیا میگن آقا دیگه دیر شد، دیگه نمیشه دیگه. من 40 سال سیگار رو ترک نکردم، حالا چه جوری ترک کنم؟ این بدترین حرفه. گفتم استمرار تا آخر عمر، ولو که ترکم نکنی ثواب داره. این خیلی توجه کنید. دیگه از شیطان به خدا پناه ببر. گفتم از الله که مدد میخوای، از شیطان به خدا پناه ببر. و اینا حد چیزایی است که یه چیز دیگه هم بگم و مسئله رو تموم کنم. یه دفعه دیگه هم براتون گفته بودم. شما میدونی که مثال، حالا چی بگم؟ مثال فرض کنید حالا این میوه براتون مفیده اما دوست نداری بخوری. حالا مثلا من در مورد خودم در مورد سیب میگم. سیب من خیلی شنیدم که مفیده. خیلی میگن آقا روز یک سیب بخوری مفیده و سعی میکنم بخورم، اما دوست ندارم اونقدر که باید دوست داشته باشم. این روشی که من به کار بردم میتونه به شما کمک کنه. من چیکار کردم؟ این سیب رو بریدم، یا حالا سیب نیست، حالا باز کسی منو چی نکنه. سیب رو بریدم، تیکه تیکه کردم، گذاشتم جلوم، مثلا یکی خوردم. من با خود دکترا میگه روز یکی بخور، نه نتونستم یکی رو بخورم. یه تیکه‌شو خوردم گذاشتم تو یخچال. فردا یه تیکه رو خوردم. باز دیدم به طور متوسط من در 4 روز میتونم یک سیب بخورم. بازم گفتم از هیچی نخوردن که بهتره. و بعد از اینکه این عادت پیدا کردم بالاخره 4 روز یک سیب میخورم یا 3 روز. یعنی لازم نیست که حالا حتما هم طبق همون قانون بری، سخت نگیر. دکتر گفته روز یک سیب بخور، تو دوست نداری. این داستان برای من اتفاق افتاده ها، داستان حقیقی است. در 3 روز بخور، در 4 روز بخور. همین کارو در هر چیزی میشه استفاده کرد. این قانون رو، قانون چیه؟ قانونی که هدف رو برایش مدت تعیین نکن. میخوای ترک کنی چای رو، مثلا حالا چای کسی نمیگه ترک کن، مدت تعیین نکن، کم کم ترک کن. حالا این باز به مثال من نمیخوره. مثال سیب درست بود که به اصطلاح اگر کاری رو نمیتونی در 1 روز انجام بدی، یک جزء قرآن مثال نمیتونی بخونی 1 روز، در 2 روز بخون. در 2 روز نمیتونی، در 10 روز بخون. متوجه هستی؟ اینم یک روشی است که انسان رو موفق میکنه تا عادتهای خوب رو کسب کنه و عادتهای بد رو ترک کنه. نزدیکای افطار است و شما میدونید که عرضم به حضورتون
آدم خسته میشه، خصوصا که آخرای ماه رمضان هستیم. الله به شما توفیق بده و به منم، و از خدا میخوام که روزهای ما و شما را قبول کنه. آمین یا رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار.